پیجولی کن پاکی برکسه نه حالا وایسادی الان ست کنم پاکینگ بریک ست اوکی چشم برق روشن کنید سویچ آف سلکت آف پاکینگ بریک ست مصرف برق سرخوشی میکنیم RPM EGT چک RPM EGT هیدرولیک چک آنه خب پاکینگ بریک هم پسه پاکینگ پاتی میذاری رو بریک یه موقع نکشه ما رو ببره ولی خب چاره ای نیست نکشه ببرم باید باش بره ولی اینجا سری یونیت آورد سری ریلیز میکنه حواست خیلی بعد جیبونه خب نه الان پارکینگ بریک ست باشه پدالو بگیری بدا بگی ریلیز میشه یا نه سوال تستیه اگه تو پدال بگیری ترمز میگیره یا نه ریلیز میشه پارکینگ بریک ست بعد اگه ول کنی چیه باید فقط دو سه بار بگیری ول کنی نه تا ریلیز الان نه تو یه بار که بزنی ریلیز میشه بعد تو باید ول کنی خب ول کنی که انگار اگه نداری بریک بزنی تو بزن ریلیز وایس الان نه هر موقع بهت گفتم نوک پدالا رو دوتایی با هم فشار بده هر موقع بهت گفتم بزن وایستا بزن بلش ریلیزه بیا جون با یک سالی تعلل کنی و میکنه یعنی دوتا پدالا دو کش ریلیز رو نمیزنه نه با رفت دیگه لایتش رفت میتونی هایدرولیک تو آف اول من از فلاوستات شخص همینه دیگهش بعد واسه لندینگ باید 28 باشه حواست باشه الان دیگه حواست باشه راست تو نگاه کن تذکر دیگه وقتی طرف مقابل حواسش نیست سربش تذکر باید که مسئولیت با شما نیست با گران نمیشه شده است یه سائقه خوشگل هم بزنه